در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بین مسلمانان کشمکش شد. یک مسلمان خیز گفت که من بعد از این تمام عمر ما به این میگردانم که همیشه حاجا را آب بتیم، چون که درجه کسی که یک مسلمان تشنه را آب میتید درجهش خیلی بلنده ثوابش. لیکن وقتی که کشمکش کردن یک تاش گفت که من جهاد میکنم، دیگرش گفت من فقط آب میتیم، چون که صحابه حریص به این بودن که ثواب میگفتن در کجا یک کار خیر من در او پیش باشم. لیکن الله سبحانه و تعالی وحی نازل کرد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. آیا شما میگه برابر میکنین؟ الله سبحانه و تعالی میگه که شما برابر میکنین اجر کسی را که در مسجد حرام آب میتیه و مسجد حرام میسازه با کسی که در راه الله جهاد میکنه؟ لا یستوون عند الله. در نزد الله هیچ وقت برابر نیست. کسی که با جان و مالش برمگی در راه الله جهاد میکنه، جان شیرینش قربان میکنه، مگر با کسی که آب میتیه برابر است؟ هرگز برابر نیست. تکبیر! الله